از این معجزه خداوند دنیا در حیرت است. البته خداوند به هر کار قادر و توانا است. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. از شما خواهش میکنم دوستان عزیز نوار ما را، قصه ما را تا آخر خوب گوش کنید. انشاءالله باوری دارم این قصه بهترین قصه هست که شما تا حال نشنیده اید. مرد مصری برای درد دل داشتنش و پیش راه این درد را گرفتن به بریتانیا روان شد. وقتی او را تشخیص کرده طبیبان گفتند که حال شما خیلی وزمین است، باید شما را زود اپراتسیا کنیم. اما با نتیجه نیز پره باوری نبود. دل شما و کارکنیش ضعیف است گفتند. و این مرد باشد گفت پس این خیلی باشد، من باید به وطنم روم و با فرزندهایم دیدار بینی کنم، حداقل بار آخر هم باشد و بعد برمیگردم. طبیبان گفتند خوب، فقط زودتر حرکت کنید، زیرا حال شما خیلی وزمین است. هر چی زودتر باید توبت کنید. این مرد به نزد عائله‌اش، فرزندهایش آمد و همه را به نزدش جمع کرده و آنها صبر را پیشه کردن را گفت و این واخوری شاید بار آخر باشد و شاید از اپراتسیا صحت نبراید گفت. بعداً بعضی از دوستانش را زیارت کرده برای چیزی که از جانب خدا صادر می شود و همان راضی بودنش را فکر کرد. و این مرد خودش نقل می کند برای دیداربینی به نزد یکی از دوستم و جای کارش رفتم و در نزدیکی کارخانه قسامخانه نیز بود. وقتی گذشته ایستاده بودم که یک زن پیرانسال را دیدم. از قوطی مصر گوشت‌های پرتافته شده و استخوان‌ها را جمع می‌کرد و به خلطه می‌انداخت. به نزد او زن رفتم و گفتم سلام، چی کرده ایستاده اید؟ و این زن گفت من 5 فرزند دارم که آنها خیلی جوانند. 1 سال می شود که گوشت نخورده اند و برای همین اینها را میبرم حداقل بویش را حس کنند. از سخنهای این زن چشم مرد پر از آب شد و این زن را گرفته به نزد قصاب برد و به قصاب گفت و این زن هر هفته از حساب من گوشت میدهی؟ و این زن باشد میگفت نه، لازم نیست، بر من همینش کفایه هست. مرد باشد میگفت التماس سخنهای من را رد نکنید و به قصاب پول 1 ساله‌اش را داد و به این زن گفت هر هفته آمده 2 کیلو گوشت میگیرید. این زن میگفت به من 1 کیلوش کافی است. این مرد گفت التماس سخنهای من را رد نکنید. از شنیدن این سخنها زن خرسند شد، چشمانش پر از آب، دست بر سوی آسمان برداشت و گفت پروردگارا، این مردی که فکر من را کرد، البته این با خواستی توست، پس این مرد را تو نیز فراموش نکن. این مرد خرسند وقتی به خانه‌اش آمد، دخترش که با عقل بود و او گفت پدرجان چرا خرسند هستید؟ این مرد میگوید خرسندیم همین است که امروز دعای یک زن غریب را گرفتم، شاید از همین سبب باشد. وقتی این مرد با اهل و عائله‌اش خیرخوش کرد، وقتی به بریتانیا رفت برای اپراتسیا کردن، وقتی طبیبان این حادثه را دیدند همه در تعجب افتادند. گفتند که ای مرد، تو به کجا رفته توبت گرفتی و تو را کی صحت کرد؟ این مرد در تعجب می گفت من به هیچ جای نرفتم. طبیبان می گفتند نه، راستش را بگوی، آخر دل تو کلان شفا یافته است، هیچ دردی ندارد. و این مرد قسم می خورد، می گفت به خدا قسم من هیچ جای نرفتم. طبیبان تشخیص را آوردند و گفتند ببین سلامتی تو خوب است و حاجت به اپراتسیا نیست. ناگهان به یادش
دعای همون زنی که دعا کرده بود به یادش رسید و در جای خود نشسته زار زار میگریست و میگفت من دعای یک غریب را گرفتم و این غریب نیز با خواست خداوند برایم زندگی دوباره را برگردانید. البته دوستان عزیز، صدقه، خیر و اینها همه رد بلا هستند. پس زیاد کنیم، انشاءالله به فایده ما و شما هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.